با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. از دفتر فرهنگستان در خدمت شما هستم و امروز میخواهم که راجع به تغییرات و تحولاتی که در فرهنگستان ما دارد اتفاق میافتد شما را مطلع کنم. همونجور که مطلع هستید، یکی از استاد و اساتید ما آقای مهندس دکتر نابغه حداد آمریکا داماد تصمیم گرفتند که بعضی از کلمات را عوض کنند. یکی از کلماتی که آقای دکتر مهندس نابغه تصمیم گرفتن عوض کنند کلمه من معذرت میخوام مرا ببخشید کلمه سکس بود. کلمه سکس را ایشان به کلمه کامش تبدیل کردند. عوض کردن این واژه ها در فرهنگستان ما حدود 11 میلیون خرج دارد. اما نگران نباشید، کلمه کامش 11 میلیون خرج داشت. ما میدانیم و اداره فرهنگستان مطلع هست. اما خب ما این خرج را از قبض فاطمیون، فلسطین، یمن خب بالاخره جایی کم خواهیم کرد. بعد از این کشف بزرگ که عوض کردن واژه ها می باشد مانند سکس به کامش، ما تصمیم گرفتیم که برای شما مخاطبان عزیز برای واژه های آینده هم از همین الان شروع به کار کردن کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که برنامه جایی که کامش انجام میگیرد، خب آره دیگه عزیزان، کامش محلی لازم دارد. تصمیم گرفتیم که محل کامش را که عملیات نظامی انجام میگیرد در آن به کامش سرا عوض کرده و با حضور کلمه کامش و کامش سرا تصمیم گرفتیم که آن عضو بدن را که معمولا در وسط بدن قرار دارد، من معذرت میخواهم، به کلمه کامران عوض کرده. ولی دیگه عزیزان، و توسی را به دیوید بکام تغییر داده. دارید تا الانشو؟ همچنان عزیزان، فیلم های خاکتوسری آنچنانی را که خاله الکسیس مشهور به سمیه در حال ساختمانی هستند، ساخت سازی اینها هستند که خودتون بسیار مطلع هستید ملت نمک نشناس، ما آنها رو به فیلم های کامشی تبدیل کرده. ببینید تا الان خیلی خرج رو دستمون گذاشت. کامشکار، کامران، کامشکشی، کامشکار، فیلم های کامشی، اینا خودش حدود 11 میلیون ضرب در 55 میلیون تا الان رو خرج رو دست ما گذاشته این پروژه به این بزرگی. و اگر الان شما بخواید همین الان تمرین کنید دوستان عزیز و ما بخوایم جمله‌ای بسازیم، می توانیم کاملا جمله بسازیم. خبر امروز را با این جمله تمام می کنم. کامران، کاملا برای کامش رفتن به کامش سرا. امیدوارم که از این پروژه جدید ما لذت برده باشید، استقبال کنید و منتظر عوض شدن کلمات بعدی باشید. امید روزهای کامشی برای همه شما. خدای توبه. روز کامش خوبی داشته باشید. فعلا خداحافظ.